چقدر عالی هستند. گلای گلبرگ واره هستند دوستان عزیز. دیگه نمی‌فهمم که آیا گلبرگ است یعنی به احتمال زیاد گلبرگ هستند دوستان عزیز. دیگه شما اگر میفهمید نوعیت از این گلا را بر ما در بخش کامنت ها بگویین و بنویسین. ببینید دیگه چپا شما میتونم چپا کرده یک ذره دیگه هم دوستان عزیز چپا شده. خانه ها تو بهش بس رفته دیگه. کوی آنتنامون دوستان عزیز بالا میبینین معلوم میشه. دیگه یک ذره دیگر هم فکر کنم دوستان عزیز کور زیادتر کنده از وقتی که ما آمده بودم. همون احساس میکنم البته من دوستان عزیز. واقعا دوستان عزیز صدای از این حوصله کار داره. همی شنیدنش کار کردن به این دستگاه دیگه دوستان عزیز میشه فکر کنم سرک سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. این صدا را که میشنوین دوستان عزیز در فاصله 3 بار آمدیم. این صدا دیگه هیچ گم شدنی نیست. حالا خود بگوین که صدا از چی هست. حالا دور میخوریم و میریم و از نزدیک ببینیم. قبل از او این پارک چه خوب گلا شدیم دوستان. این گلای چه ببینید چه گلای مقبوله. چقدر زیباست این گلا. ببینید چقدر عالی هستند. گلای گلبرگ واره هستند دوستان عزیز. دیگه نمی‌فهمم که آیا گلبرگ است یعنی به احتمال زیاد گلبرگ هستند دوستان عزیز. دیگه شما اگر میفهمید نوعیت از این گلا را بر ما در بخش کامنت ها بگویین و بنویسین. میریم سلو دوستان عزیز در پیش ببینیم که چی هست و چی نیست. دور میخوریم. خوب دوستان عزیز بیاین که بگوییم تان که صدا هست چی هست و چرا قتک توک میکنه. دوستان عزیز ما در جاده اسماعیلی هستیم دیگه. کم کم دور میخوریم طرف جویشیر شهر کابل. ساخت ساز چه سرک جویشیر هنوز ادامه داره و هنوز کندنکاری کوه حتی خلاص نشده و به اتمام نرسیده. دیگه بریم ببینیم دوستان عزیز که چقدر پیش رفته و چقدر پیش نرفته و چرا قدر سست است کار که کندنکاری کوی ازی حتی که قدر وقت در بر گرفت. در حالی که دیگه بخشش حتی بخش که از دی افغانان چهارراه صدارت میه سرکش در حال هوارکاری هست و جغل‌ریزی، اما اینجا هنوز کوه به اتمام نرسیده. البته سرک اون دوستان عزیز اون قدر بلند شده دیگه. سرک از اینجا منوار شده اما کندنکاری کوه دیگه به اتمام نرسیده. اون دیگه دوستان عزیز موترها را خودتان در تصویر میبینین. همین تک 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 از دوستان عزیز تو سر مغز آدم تو فشار میاره. قسم اعصاب آدم بیخی برهم میریزه. دوستان عزیز سرک اون قدر بلند شده. و او سرک جدید است دوستان عزیز. سرک جدید است که میریم از نزدیک میبینیمش انشالله دیگه. اون قدر خانه ها دوستان عزیز که میبینیم دیگه چپا شده قدر بریتونم چپا کرده یک ذره دیگه هم دوستان عزیز چپا شده. خانه ها تو بهش بس رفته دیگه. و کوی آنتنامون دوستان عزیز بالا میبینیم معلوم میشه دیگه. یک ذره دیگر هم فکر کنم دوستان عزیز کور زیادتر کنده از وقتی که ما آمده بودم. همون احساس میکنم البته من دوستان عزیز. میریم دوستان عزیز اون طرف میریم و بهش میریم دیگه. کوه کندنکاری جریان داره. صدای اسکواتور و برمه را هر دوش میشنوین که برمه کرده میده. میریم دوستان عزیز که به پیش از راه همون سرک میریم میبینیم که کار به کجا رسیده. دوستان عزیز بریم رفتر تک تک ازی دوستان عزیز سر واقعا میخوره. آفرین کسایی که کار میکنن اینجا و آفرین خودم یادم که اسکواتور میچلانه و کار میکنه همراه ازی برمه.
که بیایم بریم دوستان عزیز. ما بالا شدم دیگه. دوستان عزیز خانه ها به این شکل کنده شده و زمان برمکاری داره که اوتور سرک هم پر شده دوستان عزیز. یک جغل دیگه هم سر از اوار میشه. بعد از این دیگه دوباره باز اثر میریزن و پیر میشه. سرکش پر شده تا جای زیاد دوستان عزیز برمه داره. این طرف دیگه شما از دوستان عزیز یک تا دوتا نیست زیاد ماشینالات جای به بخشا کار میکنه. اینی هم دوستان عزیز انجینرها هستن. دوستان عزیز سرای مرا نخود بشنوین، اون بهتر از حرف نزنم. این طرف هم دوستان عزیز دیوال تاریخی کابل هم بیاین براتون نشان بتون. از این موقعیت استفاده کرده اون دیوال تاریخی کابل از دوستان عزیز. و این طرف دوباره اسکواتور است و کانینکاری. واقعا دوستان عزیز صدای از این حوصله کار داره. همی شنیدنش کار کردن به این دستگاه دیگه دوستان عزیز. قیده‌ای که خیلی میشه فکر کنم سرک فرعی میخوره یا پیاده رو. به احتمال زیاد دوستان عزیز سرک فرعی بخوره. یک جوی هم دوستان عزیز این طرف اینه کنده شده. دیگه نمیفهم که جو از خاطر چی هست. جوی اصلی خود در کانکریت ریزیش به اتمام رسیده اونه. و این هم دوستان عزیز موترهای دیگه که اونه موتر خاک هموار میکنه و اسکواتور دیگه. موترها طرف دوستان عزیز اونه پایهای برق جور دارن. موترهای لودر همچنان استاد هستن. یک کاربارش اینجا رسیده دوستان عزیز. از این بیشتر شرگه نمیفهمیم که چی شده و چی نشده. کاربارش اینجا رسیده. این دوستان عزیز به خاطر از این جر شاید آورده باشند. دمیجه دوستان عزیز کنم چیز را شاید نگذرانن کنم لاین ماینه یا هر چیزی که است. فکر کنم مامی خاطر آورده شده باشه. آهنی هم هستن دوستان عزیز. یا اون لودر هم دوستان عزیز طرف میبینین اونه که استاد است و لودر خورترک همچنان در این بخش اونه کار کرده میره. این بلورا دوستان عزیز فکر کنم بخاطر از این جویا آوردیم دیگه. بخاطر که مامی جویا نصب کنن اینجا این دوستان عزیز بلور نصب بود. کار جریان داره دوستان عزیز. این طرف هم اونه اسکواتور است. موتر برشنا هستن و کار از اونا هم جریان داره. طرف دوستان عزیز ما دوباره دور میخوریم دیگه. دیدن ما همه قدر بود دیدن کارشون از کجا به کجا رسیده دوستان عزیز. میگن مش نمونه خروار. همه قدر کار در تمام بخشایش پیش رفته. تو جای دیگهش نیست که پس رفته تر باشه یا پیش رفته. کل راه مقدر پیش رفته. فقط پیشتر یک جای دوستان عزیز که سرک از طرف دمو چی بود اسمش دی افغانان و چهارراهی صدارت آمده و وصل شده. او هم کارش در جریان است و نسبت به اینا او یک ذره پیشرفت داشته. خوب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه. از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین. در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همه کنه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.